یه سلامی داشته باش. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان این برنامه تو قسمت دوم وارشتاک و در خدمت علیرضا هستیم. شما سلام علیک داشتید. سلام میکنم خدمت مخاطبین محترم بارش اسپورت، داماشی عزیز و هر کدوم از شمایی که بنا به کنجکاوی دارید این برنامه رو میبینید و حتی شاید داماشی هم نباشید. اول همین برنامه یک خبر بدی رو بهتون بدم. ما اعلام کرده بودیم که امشب به عنوان مهمان برنامه در خدمت آقای محمد مختاری هستیم. ایشون حدود 2 ساعت پیش با ما تماس گرفتن، گفتن که باشگاه نذاشتن که من بیام در برنامه شرکت کنم. یعنی خلاصه صحبتی که داشتن این بود که باشگاه نذاشت که من در لایو شما شرکت کنم. حالا جزئیاتش رو حتما با شما در میون خواهیم گذاشت. به هر حال گفتم بدونید که ما امشب در خدمت محمد مختاری، اسطوره و مربی فعلی داماش نیستیم. اما خب به جای ایشون یک مهمان دیگه داریم به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم، آقای زحمتکش مالک داماش. اولین سوالی هم که حتما ازشون میپرسیم اینه که چرا آقای مختاری اجازه نداشتن که توی برنامه شرکت کنن؟ حتما چرا همه چی رو پلیسیش میکنه؟ نمیدونم واقعا. بس صدای تو هم فقط یه ذره بلندتر صحبت کنی. آره، بله. این سوال حتما ازشون خواهیم پرسید. البته در مورد موضوعات دیگری هم پیرامون وضعیت باشگاه داماش صحبت خواهیم کرد. قبل از هر چیزی بریم یک نگاهی به جدول داشته باشیم. علی اگر روی جدول صحبت کنی ممنون میشم. خب مثل سونگون تیم تازه صعود کرده رو میبینیم که با 2 برد پیاپی چسبیده به صدر جدول به خاطر تفاضل بهتر. البته تفاضلش با سایپا یکیه. سایپا هم یه خوششانسی آورد، تیم قوش طلایی کارت بازیاش صادر نشد، بازی انضباطی 3-0 شد به نفع این تیم، همینجوری به همین راحتی رفت دو تا تیم جدول. 6 امتیازی دیگه هم البته داریم. آره، حالا پارس جنوبی هم هست، نفت و گاز گشتاران که اونم تازه صعود کرده، عملکرد خیلی خوبی داشته، تونسته مثل کرمانی که ما رو هفته اول تو خونه‌مون شکست داد و تو خونه‌ش شکست بده و این عملکرد خیلی خوبی بود. بعد اونم که دیگه بقیه تیم‌ها مشخص وضعیتشون. پایینم که میرسیم تقریبا به خودمون. الان میدونیم ما چرا توی 3 تا تیم آخر نیستیم؟ آره به خاطر مولاسانی. دقیقاً. مولاسانی به خاطر مسئله انضباطی امتیاز حالا کرد. در مورد مولاسانی یا همون آبی پوشان میگه جنوب، مولاسانی. آره، برام رسمی. در مورد آبی پوشان جنوب بذار بعد از اینکه با آقای زحمتکش در میانه برنامه صحبت کردیم. حالا این نکته بگم سید علی هم اینجا هست، قراره که به ما ملحق بشه. آقای هاشمی. با آقای هاشمی در این مورد صحبت میکنیم در مورد وضعیت مولاسانی. اما اولش بریم بازی خودمون. پیش بینی هم کرده بودیم. من بهت چی گفته بودم؟ گفتم یا 2-0 میشه یا 3-1. آره، چی بگم؟ چرا گلامون هم مثل هم بود جفتش. 2 تا عین هم خوردیم، یه دونم مثل همین فکر میکنم تو بازی اول مقابل مس داشتیم. ببین، بچگانه بازی میکنیم، بچگانه گل میخوریم. یعنی این سطح بازی که ما مقابل فجر سپاسی انجام دادیم واقعا در حد و اندازه نام داماش نبود، اونم توی لیگ 1. معمولا توی لیگ 1 تو ادوار گذشته عملکرد بهتری داشتیم و این بازی خیلی ضعیف بود و هر دو تیپ اگه دیده باشی هر دو توپای هوایی بود، هر دو هم فکر کنم ضربات شوری مجدد بودن. این یکیش که سر یکیش که کارت قرمز هم گرفتیم. و حالا یه شک و شبهه‌ای از شاید گل اول خطا بود رو بازیکن ما، چون بازیکنمون افتاد، ولی خب داوری نظر رو نداشت. به نظر من توی هر دو گل هم توانا میتونست یه خورده بهتر عمل کنه. حالا جای کم شلوغ بود، مخصوصا سر گل اول شاید زیاد نشه بهش خورده، ولی باز میتونست واکنش بهتری نشون بده. این نشون میده ما هنوز خب رو نبرد هوایی و اینا ضعف داریم. این دیگه چیزی که سرمربی باید به فکر بالش بکنه. حالا من با سر تمرین با تعداد از دوستان صحبت میکردم، حالا نامم نمیبرم. خیلی از دوستانی که حالا سر تمرین بودن، اعضای تیم رو عرض میکنم، معتقد بودن که تیم خوبه، باید بهش فرصت داد، مشکل خاصی نداریم، تیم داره خوب بازی میکنه، سر مشکلات فردی و انفرادی داریم گل میخوریم. تا چه میزان با این قضیه موافقی؟ موافق نیستم. من وقتی نقل و انتقالات رو میبینم موافق نیستم. فکر کنم باید بلندتر صحبت کنم. من موافق نیستم. خب 100%. ببین،
مشکل خیلی بیشتر از ناهماهنگ بودنه. من میگم که بحث سطح کیفی بازیکن‌ها هم هست، میگم حالا اسم نمیبرم ولی باید بهتر از این تقویت میشدیم. ببین علیرضا، مشکل داماش، من اگه بخوام در موردش حرف بزنم باید از دو زاویه بهش نگاه کنم. یه زاویهش که زاویه عادی و عامیانه است که ممکنه به سمت اون بره که فقط به دیدگاه یه عده حالت ماسمالی کردن باشه. نوع دیگهش رو بخوام نگاه کنم، شاید یه مشکل ریشه‌ایه که سالیان سال داماش درگیرشه. ببین قضیه رو خود باز میکنی. ببین تو الان چند سال داماش رو دنبال میکنی؟ چقدر مثلا تاریخ ادوارش رو میدونی؟ چند بار داماش صعود کرده سقوط کرده؟ حالا به هر حال یه حرف و حدیثی هم همیشه در مورد داماش بوده دیگه، به هر حال به نظر لقب‌هایی هم به اون به میدادن. نظرت چرا اینطوری میشه؟ حالا داخل پرانتز یه چیزم بگم، حالا به ما میگفتن، خیلی سریع بخوام بگم، به اون میگفتن آسانسور. ما آسانسور رو اومدیم وجهه مثلا گوگلی مگولی بهش دادیم، کردیمش ققنوس، یعنی مفهوم به هر حال همونه. همون آسانسور یویو. به نظر چرا اینطوری؟ خیلی زیر ساختیه قضیه به نظرم، یعنی فراتر از این حرفاست که اصلا بگیم بحث فنی هواداره یا مثلا، چیزی ساخته، خیلی فراتر از این حرفاست. خیلی ریشه. ببین اگه بخوایم به دیدگاه عادی و عامیانه نگاه کنیم، داماش دیر شروع کرد، دچار تغییر تحول زیادی شد، افرادی اومدن رفتن، افراد دوباره جدید اومدن، هنوز به اون آمادگی نرسیدن، نقل و انتقالات خوب نبود، یعنی مهرا باید تقویت. آره. یا ضعیف شده، خورد بمونیم تا این خودش وصل شه خیلی خوب میشه. الان وصل شده دیگه. فقط این رو بدونید که ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که به بهترین شکل ممکن این تصویر رو و کلام رو به شما برسونیم. اگر قطعی رخ میده بدونید که به هر حال کاری از دست ما بر. ببین بخوام به همون لحاظ عادیش بگم، همه این اتفاقات دخیل بوده. حالا بعد میگیم که زمان میگذره، تیم بهتر میشه، وقتی که این میشه دیدگاه عادیش، محض ماسمالی کردن، چیزی که سالیان سال برای داماش اتفاق افتاد. ریشه ای بخوایم نگاه کنیم، ببین انگار همیشه این اونطوری، یه سال با تیم کهکشانی همیشه میایم بالا فکر میکنیم تموم شده. خب یه لحظه قطع شدیم. امیدوارم الان وضعیت بهتر شده باشه. اگرم بهتر نشده باشه، واقعا میگم هیچ راه حلی نداریم. یعنی تمام اینترنت های ممکن، رایتل، ایرانسل، همراه اول، ADSL، هر چیزی رو که شما تصور کنید ما تست کردیم و واقعا دیدیم نمیشه. اگر دیدیم واقعا وضعیت اینترنت به همین شکل موند، حالا بچه‌هایی که اینجا هستید اگر دیدیم واقعا وضعیت اینترنت به همین شکل موند، سعی می‌کنیم که برنامه بعدی رو آفلاین ضبط کنیم که حداقل مخاطب اذیت نشه، حالا با هر اینترنتی که داره بتونه ببینه. الان اینترنت به هر حال درسته، کلامت هم نصف و نیمه موند. نمیدونم واقعا الان هوادارم هستن یا رفتن. به هر حال ادامه بده. ببین میگم که این داماش دوچار این سندروم، انگار مثلا به یه سطحی بالاتر میرسه دیگه همه چی تموم شده. مثلا این دیگه یه جورایی وا میده، احساس میکنه همینی که تو اون سطح بمونه کافیه، اون روح رقابت رو خیلی اوقات نداره. ما شاید تنها فصولی که دیدیم وقتی داماش اومد بالا قشنگ مهره گرفت برای رقابت، یه دونش که اصل کاریش بود سال 90 91 که اون مالک رو داشتیم و میشه بازیکنای جذب کردیم. حالا اون انگار ببین الان شاید اینا برای خودشون لیگ یک و مدینه فاضله بدونن، انگار دیگه اینجا هستیم دیگه همه چی تموم شده. الان هم میگن چی، ما مثلا با فلان مهرا راضییم، فلانی همه خوبن، فقط چیزه باید هماهنگ بشن. من اینو قبول ندارم. این یعنی این همون روحیه قناعتیه من در به مورد جای همین نمیرسه. صحبتت یه چیزی هم بگم. در زمان آقای آبدینی، نمیدونم خاطرت هست یا نه، آقای احمدی صرافانی اون زمان جلسات زیادی با هواداران میذاشت. که یکی از این جلسات بودم، بعد یه سری دیگه از هواداران بودن. یکی از بازیکنامون هم بود که الان کنار تیم نیست ولی به هر حال در سالن اخیر بارها کنار تیم بوده. من یه مثالی براشون زدم، اصلا یادم نیست موضوعش چیز بود ولی حرفش خیلی توی ذهنم موند. این مثالی هم گفتم آقا باشگاه پرسپولیس داره اون کارو میکنه، استقلال داره فلان کارو میکنه، شما چرا دارین این کار نمیکنید؟ یادم نیست چی بود، اصلا موضوعش مهم نیست واقعا. بازیکن ما برگشت گفتش آخه اونا استقلالن، پرسپولیسن.
یعنی چی؟ خب شما هم تو لیگ برتر دارید بازی میکنید، چه فرقی دارید با اون تیم‌ها؟ یعنی چی اونا استقلال اونا پرسپولیسن؟ ببین اصلا این حرفه علی برام گرون تموم شد و من هرگز دیگه توی عمرم نتونستم آدم رو مثل قبل ببینم. آدمی هم هست که اسمشو بیاری خیلی میگن اسطوره است آره. فلانه، ولی خب خیلی این حرفش برام گرون تموم شد به هر حال. خب ببین همین، من الانم مثلا یه سریال رو ببینی، ما دوتا بازی اول باختیم، خب اون مثل کرمانه، اون فجرس بازی، خب اونا چی هست مگه؟ ما چی از اونا کمتر داریم؟ ما ببین هوادار ما رو هیچ تیمی نداره. مهمترین چیز به نظر من که یه تیم رو بزرگ میکنه هوادارشه. اگه بحث هواداری باشه داماش هیچ دست کمی به نظر از پرسپولیس استقلال نره. تنها چیزی که اینجا نیست مدیریت درست و سرمایه است، برای اینکه یه دولتی نیست که این تیمو نگه داره. بله. شما چرا ما باید خودمون از بقیه کمتر ببینیم؟ فکر کنیم مثلا الان اینجا هستیم ببین با حتی همین چیزایی که حتی هستیم بمونیم. حتی ممکنه در واقعیت هم از نظر یک سری امکانات کمتر باشیم، ولی نیازی نیست اون کادر ما، اون باشگاه ما چنین تفکری رو داشته باشه. نباید فکر کنیم که حالا اینجا هستیم دیگه تمام با همین بسوزیم و بسازیم. اینطوری فکر کنیم آخرش سقوطه. هر چقدر بخوایم به فکر موندن باشیم نمیمونیم. باید به فکر رقابت باشیم که بهترین نتیجه ممکنه بگیریم. دقیقا باید موافقم. خدمت مخاطبینی که همین الان به لایو اضافه شدن این نکته رو هم عرض کنم. ما قرار بود که امشب با محمد مختاری صحبت کنیم. خیلی خلاصه خدمتتون بگم باشگاه نذاشت، گفتش که نباید صحبت کنیم. بعد آقای زحمتکش مالک محترم باشگاه هم که قراره امشب باهاش یک مصاحبه تلفنی داشته باشیم، حتما اولین سوالی که از ایشون میکنیم اگر پاسخ بودن این میشه که چرا باشگاه نذاشت. که شاید یهو گفت من خبر ندارم. حالا میتونم بگن که ما خبر نداریم، ولی به هر حال این اتفاقیه که افتاده. خوبه که شما هم در جریان باشید. یه نگاهی به بازیایی که انجام شد داشته باشیم و بعد از اون دیگه کم کم تماس بگیریم آقای زحمتکش رو ببینیم که چند تا سوال هم ازشون بکنیم در مورد به هر حال اتفاقاتی که پیرامون تیم داره میفته. البته موقع تماس گرفتن سید علی هاشمی دوست خوبمون به اون ملحق میشه و احتمالاً خودش بحث رو با آقای زحمتکش پیش میبره. جدول رو ببینیم علی جان اگه بخونی ممنون میشم. خب نتایج هفته دوم دیگه. خب دریای باول که باخت به تیم مثل سونگون. دریای باول فکر کنم هفته اول هم مساوی کرده بود احتمالاً. اونم باخت. خب دیگه بدتر هیچ. آریو اسلام شهرم با شهر راز یک مساوی کرد، الان 4 امتیازه شد. شهر راز هم دومین مساوی پیاپیش بود. هوش طلایی کارت بازیکناش صادر نشد، توی بازی خونگی نتونست با سایپا بازی کنه و نتیجه انضباطی 3-0 شد. چه خوش شانسی آوردن. کاش ما هفته دوم با هوش طلایی داشتیم. لعنت بهش. هیچ وقت از این هوش طلایی خوشم نیومده، همه هم میدونن چرا. آره. شهرداری آستارا هم‌استانیمون با نفت مسجد سلیمان 0-0 کرد. دومین مساوی نمی‌کنم بازی اول رو مساوی کرد شهرداری آستارا. این سال ولش کن، همین ولش همین هفته ولی بزن. خب سلیمان هم هفته اول برده بود فجر رو که الان 4 امتیازی شد. خیبر مثل شهر بابک رو شکست داد 1-0. یکم رو فرم برگشت. حالا مثل کرمان که ما رو 2-1 تو خونه‌مون شکست داد، خودش 2-1 به نفت و گاز گشتاران تو خونه باخت. و این نتیجه نبود که من انتظار داشتم، واقعا سورپرایز شدم. این یا نشون میده یا ما خیلی هفته اول بد بودیم، یا مثل حالا اون حواشی که بد براش پیش اومد اوضاع رو خراب کرد. فجرم که میدونیم چیکار کرد. چی بگم آخه من 2-0 داماشو برد. خیلی چیزی بگم، به نظرم اگر قرار بود یه بازی رو میبردیم یا نتیجه میگرفتیم باید بازی مس میشد به نظرم. من اصلا هنوز نمیتونم باور کنم چجوری نیمه اون توی دوتا گل خوردیم. خیلی بچگانه بود، خیلی بد باختیم، اصلا برای من قابل قبول نیست. و خلیج فارس ماشر هفته اول بد باخت، هفته دوم بد باخت تو خونه از پارس جنوبی 3-1 باخت و اوضاعش اصلا جالب به نظر نمیاد. و آخرین بازی هم که آیپوشان جنوب یا همون استقلال مولاسانی حریف هفته بعدمون دومین مساوی پیاپیش رو داشت با چادر ملا 0-0 کرد. خب خوشبختانه وضعیت اینترنت هم فعلا خوبه. واقعا امیدوارم که همینطوری خوب بمونه، ما این لایو رو بتونیم به سرانجام برسونیم. از دوست عزیزمون آقای هاشمی خواهش میکنم یه تماسی بگیرم با آقای زحمتکش و ایشون رو ما توی لایو داشته باشیم. تماس که برقرار شد لطفاً بفرمایید که آره ما در واقع جای خودمون رو به شما بدیم. یه نکته رو هم حالا عرض کنم، این جدول هایی که داشتین میدیدین جدول هایی که
توی سایت وارش اسپورت قرار گرفته. به عنوان مثال حتی میتونید هفته های بازی ها رو هم ببینید. مثلا یعنی شما برید صفحه اول سایت، به همین شکل باشه ما یکی دو روز زودتر مجبوریم برنامه رو ضبط کنیم من ترجیح میدم سکوت و در مورد بحث اینترنت. آره هممون ترجیح میدیم در مورد خیلی مسائل سکوت کنیم. چی میشه گفت؟ چاره ای نداره. حرفی هم میشه زد. آره. آقای زحمتکش رو عرض می‌کردم گویا همکاران باشون تماس گرفتن، حالا مثل اینکه هنوز پاسخگو نیستن و در حال مکالمه هستن. به زودی حالا احتمالا خودشون تماس بگیرن. تحلیل خودت از بازی با فجر چی بود؟ فکر کنم که خودت هم داشتی اینجا زنده پخش می‌کردی. ببین من یه نکته در مورد سیستم بازی داماش بگم با توجه اینکه فرصت هست. ببین داماش خود در جریان حتما هستیم. داماش با سیستم 352 بازی میکنه. سیستم 352 سیستمی نیست که همینطور بگیم 352. سیستمی که در زمان حمله این میاد تبدیل میشه به 334، یعنی دو تا گوش دو تا وسط، و در زمان دفاع میشه 532، یعنی یک سیستم کاملا داینامیکیه. بله. سر همین قضیه به خاطر داینامیک بودن این سیستم و اینکه انقدر در واقع تغییر میکنه، اولا که بازیکن‌ها مدام باید در حال حرکت باشن. این لازمش اینه که از آمادگی بدنی خوبی برخوردار باشن، که الان اینکه میبینیم مثلا دقیقه 70 اینا دیگه بازیکنامون یه خورده دارن کم میارن، یکی از دلایلش میتونه این قضیه هم باشه، یعنی میتونه برگرده به سیستمی که داماش داره بازی میکنه. بله. و یه مورد دیگه که حالا من حدسم، البته حالا کادر فنی که من باشون صحبت می‌کردم این قضیه رو رد کردن، من احساس می‌کنم که به خاطر این سیستم شاید یه خورده گیج میشن بازیکن‌ها، یعنی به خاطر همین دست به این اشتباهات فردی شاید عجیب میزنن. مثلا کسی که داره تو به عنوان دفاع چپ و دفاع راست بازی میکنه، دفاع چپ و دفاع راست انتزاعی در زمان 5-3-2، وینگ بک هم دیگه. آفرین، یعنی این در واقع دیگه چیز نیست، مدافع تخصصی نیست. خب اینجوری میشه که مثلا سوتیایی هم میتونه بده که دیدیم. من یه خورده از این سوتی‌ها رو سر این قضیه هم میذارم که مثلا مهاجمامون اگر مثلا ضربات بدی میزنن یا حالا ارسال‌های بدی دارن تا حدی میتونه مربوط به این قضیه هم بشه. تماس هنوز برقرار نشد، نه در حال مکالمه هستن، هنوز در حال مکالمه هستم و به محض اینکه الان مشکل تیم و یه جورای سیستم بازی هم میشه. ببین نمیگم سیستم بدا، میگم شاید سیستم با این بازیکن‌ها سازگار نیست. شاید است. حالا فصل پیش ما فکر نکنم 3-5 بازی می‌کردیم دیگه، مثلا یکی از یه سیستم دیگه داشتیم. آره. به 3 بود. نمیشه، اون لیگ‌های متفاوتی بودن، اصلا این ملاک خوبی نیست. ما یه تیزر بریم ببینیم، بعد از تیزر علی هاشمی به ما ملحق میشه و حالا تماس هم هر وقت برقرار شد با آقای زحمتکش که در خدمت ایشون خواهیم بود. فعلا با اشکان یا علی رهبر خداحافظی میکنیم تا زمانی که تماس برقرار بشه. خوشم تو سیگار بود. خب علی هاشمی به ما اضافه شد، البته بود پشت صحنه بود، الان اضافه شد. یه سلامی اگه داشته باشی با مخاطبا بعد میتونیم بحث رو ادامه بدیم. علی جان منم یه سلام عرض میکنم خدمت همه همراهانمون تو برنامه وارشتاک که از ابتدا با ما همراه بودن. امیدوارم که تو این روز بارونی رشت ساعت خوشی رو سپری کرده باشن. خسته نباشید میگم من به شما هم به علی رهبر عزیز.
من این نکته رو بگم که آقای زحمتکش خطشون مشغول، من پیام دادم انشالله تماس میگیرن، ما ایشون رو میاریم رو برنامه و باشون صحبت میکنیم. عذر میخوام قبل از اینکه در واقع به بحث ادامه بدیم، حسین گفته که ضبط کنید بهتر، ادیت هم میتونیم بکنیم. آره ما به این قضیه فکر کردیم، دوست داشتیم ارتباط مستقیم باشه دیگه، مثلا شما کامنت بذاریم و کامنت رو بخونیم، دوست نداشتیم از این فضا خارج بشیم، ولی اگر ناچار بشیم خب دیگه چاره ای نیست، اگه ببینیم نمیشه دیگه. در ادامه فرمودن که بیشی سیگار بکشی. آقا من خب میشه یه کاری کرد علی. مثال دارم میگم، ما میتونیم برنامه رو زنده داشته باشیم و ضبطش کنیم و بعد دوباره بذاریمش اگر مثلا آخه این کمکی نمیکنه که میخوام کامنت ها رو بخونیم. نه میتونیم هر دو کار انجام بدیم. مگر اینکه آره مثلا یک سری از بخشاشو حداقل آره بخوایم هر دو کار میتونیم انجام بشه. خب بذارید من یه نکته رو بگم. ما شما داشتید، من پشت صحنه بودم داشتم میشنیدم. خب این فصل ما اومدیم ترکیب تقریبا متنوعی بازی کردیم. شروع بازی ما مثل کرمان تقریبا حالت ترکیبمون 4 دفاعه بود که پژمان نجات داشت یه سیستم باید 5 دفاعه بشه در آره در زمان دفاع. می‌خواستم همینو بگم خدمتتون. پژمان نجات داشت دفاع چپ بازی میکرد، آزاد راست. یکی از دلایلی که چرا تیم سردرگم حداقل از نظر فنی، ما امشب می‌خواستیم محمد مختاری هم باشه، خب گفتید شما چند بار، متأسفانه باشگاه اجازه مصاحبه نداد و آقای فرانی هم که کنفرانس مطبوعاتی بازی اول توی ایران علاقه هم به مصاحبه آره نیومدن آقای فرانی و حالا به هر دلیل ان ما بازی با ملاسانی مستقیم با خودشون صحبت می‌کنیم سوالاتو. ببین یکی از دلایلی که ترکیب سردرگمه اینه که ما فصل پیش تو پست دفاع میانیمون چند بازی آخر ما هم 3 دفاعه بازی کردیم با فرشاد و پیوز. تو اون 4-5 بازی آخر دقیق نخوام بگم که اشتباه بشه، ما علیرضا امیرخانی داشتیم که تو اون پست با توجه به استیل و سرعتی که داشت میتونست راحت پشت پژمان نجات رو بازی کنه. پژمان نجات اون گل اول فکر کنم اشتباهی تاثیر گذاشت دقیقا زمانی بود که پژمان خسته بود. وقتی نیست ببریم مثلا هدف اینم بگم، هدف محکوم کردن کسی نیست. هدف محکوم کردن مثال پژمان نژاد یا شخصی نمیخوام بگم که تو اون شرایط بازی باید مهره داشته باشه. شما برای سه دفاعه بازی کردن مهره‌های لازم داری مثل امیرخانی که بتونن پشت اون پیستون و اون فولبک چپ و اون وینگر چپ رو کاملا پوشش بده که دیدیم مثلا تو بازی با فولاد نویم یه پاس گل حتی خود امیرخانی با سانت داد. پس ما لازمه یه ترکیب سه دفاعه داشتن اهرماشه و اگر نداشته باشی مثل راه رفتن رو لبه قیچی میمونه و ممکنه باعث بشه خودت رو بیشتر آسیب بزنی تا تیم حریف. این یه نکته رو میخواستم بگم و در مورد ترکیب یه سر بحث رو بخوام فنی کنم تا حالا آقای زحمتکش بیاد. من هم تا جهاتی موافقم. ببینید بعضی وقتا خب تجربه به ما نشون میده یه جورایی مثل رنگ رخسار خبر در سر درون، این جذب بازیکن، این سبک تیم، استارت تیم که حالا با جهانگیر عسکری و اون جریانات مالکیتی اصلا نمیخوایم بهش بپردازیم، استارت کار آنچنان جذاب نبود. ما با کلانتری شروع کردیم، یه مدت با اون ما الان مثلا یه نظریه بین هواداران وجود داره که تیم بدنسازی نکرد. اتفاقا تیم 2 مرحله بدنسازی کرده و بعضی از بازیکن‌های ما هم علیرضا قبل از شروع داخل پرانتز اینه که گفتی اینم بهت بگم خیلی جالبه. ما 2 دست هوادار داریم، بعد انتقادی که دارن میکنن کاملا ضد همه. یعنی یه عده دارن میگن آقا ما چرا اینقدر بدنسازی کردیم بازیکنامون بدن ندارن، یه عده میگن چرا بدنسازی نکردیم بازیکنامون توان رو ندارن. من گزینه اول موافقم. تیم تقریبا 2 مرحله با 2 مربی بدنساز تمرین کرده. یک استارت کار با سعید اسماعیل پور بوده که ما قبلا هم داشتیم با اکبر میساقیان سعید رو بازیکن سابق خود. لازمه که البته من یک زیرنویسی بکنم بین کلامت که حالا دوستان ما علی، من، اون یکی علی، هر کس دیگه اینجا هر چیزی که ما میگیم نظرات خودمونه، یعنی این نظر الزاما هممون نیست، ما نظرات خودمون رو داریم مطرح می‌کنیم. اتفاقا خوب نکته اشاره کردیم. منم واسه داخل پرانتز بگم ببینید ما باید به این قدرت برسیم که آقا به این باور برسیم اگر رسانه ببینید، اگر هوادار، اگر امروز وارش اسپورت میاد صحبتایی میکنه قرار نیست جانبداری باشه یا خدای نکرده حمله‌ای باشه یا جبهه‌ای باشه. تیم 2 هفته باخته داخل خونه. نیمه اول خیلی خوب ما داخل میتونیم مثلا بازی اول رومون رو 2 بخش کنیم. نیمه اول فوق العاده 2 تا 3 تا توپ خوب و گل نکردیم تو نیمه اول. امید پورقمری نیمه اول خوب بود، نیمه دوم یه مقدار
فروکش کرد که تعویض هم شد، تعویضش هم آنچنان به نفع تیم نشد، یعنی بازیکنایی که اومدن نتونستن تو اون پست بازی کنن. تو اون بازی هم ما بحث فنی داریم، با هم صحبت کردیم، اما خب فعلا سعی می‌کنیم اصلا به اون مسائل نپردازیم. خب میایم تو بازی اول می‌بینیم خب اون شرایط بدنی تو نیمه اول خوب جواب داده. نیمه دوم وقتی بازیکنان آنچنان باید و شاید کیفیتی که می‌خوایم رو ارائه نمیدن، یعنی تیم هنوز کار داره. نه بدنسازی شده یا بدنسازی بد شده یا بدنسازی کم یا زیاد، تیم کار داره. تیم به نظرم تا هفته ششم به هر کادر فنی که باشگاه اعتماد میکنه، حرفه‌ایش اینه که اعتماد بشه. آقا تا هفته ششم فرصت داده بشه کارشو انجام بده. بعضی وقتا شما ممکنه نتیجه خوبی رو کسب نکنی و تیم به نتیجه خوبی نرسه. مثال خود سیامک فرانی با ما توی لیگ دو، حالا اون اتفاقات خوش تلهی بزنیم کنار، نتیجه پایان فصلش دلچسب بود، ما نتونستیم به لیگ یک بله بریم، فینال جام حذفی رو به پرسپولیس باختیم، اما تیم کیفیت لازم رو داشت. بله. واسه همین سیامک فرانی تو ذهن ها مونده. ما بیایم اول این نگاه رو بعدش هم البته منجر به اون فینال جام حذفی هم شده بود همون سال. بله، ما سال بعدش هم با سیامک فرهانی تو نیم فصل اول چهارم جدول وایسیدیم که آلومینیوم عراق سوم بود، ما یک امتیاز باش اختلاف داشتیم. آلومینیوم عراق نیم فصل اول سوم بود، ما چهارم. همون فصل آلومینیوم رفت لیگ برتر و ما موندیم، اما با توجه به مسائل انضباطی سقوط کردیم. پس بیایم یک بار اصلا این نگاه رو از هر رسانه‌ای دور کنیم، مخصوصا وارش اسپورتی که همیشه سعی کرده به تیم کمک کنه، به شرایط باشگاه کمک کنه، نه اینکه بیاد حالا خودمونی بگم بزنیم آقا نمیدونم حمله ای داشته باشه. اصلا اینطور نیست. و یه نکته خیلی جالبی وجود داره، بازی بعد علیرضا برای ما بازی چالش برانگیزیه. چرا؟ من نمیدونم حالا چند نفر با ما هستن تو لایو، امیدوارم که توی لایف حالا اینم من خدمتتون بگم، تشکر میکنم از این 60 70 نفری که تا این لحظه توی لایو بودن. آنیش رو الان من نمیدونم، واقعا هم نمیخوام چک کنم به این دلیل که وضعیت اینترنت خودت بله. بهتر میدونیم. ولی خب این برنامه به هر حال ضبط میشه و بعد از اینکه ضبط میشه اگر به صورت آفلاین دوستان میخوان تماشا کنن، اون تیکایی هم که اینترنت قطع شده خود به خود کات میشن. خب ببینید بازی بعدی ما، من اینو داشتم عرض می‌کردم خدمتتون، هوادارمون دیگه باید خوشحال متوجه باشم بازی بعدی ما خیلی چالش برانگیزه به چند دلیل. یک، شاخصه اصلی بازی بعدی ما نبود حسین خیری. حسین خیری که کل فصل پیش میشه گفت یکی از بیشترین تایم بازی برای ما داشت. تک گلمون هم برای حسین خیری تک گل ما هم که این فصل دیدیم روی توپایی بود که حسین خیری با سر زد. حسین خیری که واقعا تو بازی آخر فصل لیگ دو با فرشاد پیوس فوق‌العاده کار کرد کنار امیرخانی و سیامک علیزاده تو قلب خط دفاعی. بازی بعدی ما احتمال سیامک علیزاده رو هم نداریم مثل بازی قبل. خب حالا در مورد علیزاده این نکته رو من بگم که حالا سر تمرین بودیم، گویا یک مصونیتی داشت از قبل از بازی. آره یه سری شایعات هم بوده که حالا مثل که خودش هم رد کرد، مثلا دارم میرم عکس بگیرم از پام. آره من حتی توی بازی با فجر هم روی سکو بود، یعنی بله. جزء ذخیره‌ام نبود. مثل اینکه آره سیامک علیزاده هم احتمالاً فکر کنم تو شیراز براش اتفاقی افتاده باشه، چون با تیم اگر قرار بود توی رشت باشه احتمالاً تا شیراز نمیرفت، احتمالاً یا تو اون گرم کردن ها یا حالا احتمالاً تو شیراز براش اتفاق شاید هم شرایط سفر به هر حال. بله شرایط سفر هر چی بوده. به خب آقای زحمتکش هم گویا یه جوابشو بدین. نه جواب بدین، حالا ما تو لایف هستیم دیگه. جناب زحمتکش سلام. سلام وقتتون بخیر. ما الان تو لایف هستیم. ما تو لایو هستیم، شما هر موقع امکانش رو برای مصاحبه دارید ما در خدمتتون هستیم. هولوش 10 دقیقه نهایتا. خب آقای هاشمی در حال هماهنگی هستن. خب یک نگاه مجددی شما به جدول ها داشته باشید. آماده هستن؟ بله. خیلی خب، پس جدول رو دیگه ولش می‌کنیم. لطفاً روی اسپیکر بذارید که بتونیم صحبت رو با جناب آقای زحمتکش مالک محترم باشگاه داماش گیلان پیش ببریم. اسپیکر اینجاست فقط دیگه. آره اینطوری اگر بی زحمت بگینید خیلی خوب میشه که هواداران به خوبی بتونن صدا رو بشنون. درود و عرض شب بخیر خدمت مالک محترم باشگاه داماش. جناب زحمتکش در خدمت شما هستیم. یک سلامی داشته باشید با مخاطبات تا برسیم به سوالامون. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و خسته نباشید، هم خدمت شما و هم شنوندگان هم بینندگان پیج خوب وارش بود در خدمت شما. جناب زحمتکش منم یه عرض ادب مجدد خدمتتون داشته باشم. والا با توجه به اینکه ما قرار بود با محمد مختاری مصاحبه داشته باشیم تو قالب برنامه، خب شما بفرمایید که چی شد؟ محمد مختاری یا هر شخصی
که قرار بود مصاحبه کنه حالا امروز ممانعت شد به گونه ای از مصاحبه و این سوال اول رو بی زحمت پاسخ بدید، ما میریم سراغ باقی سوالات. آقای حاتمی عزیز، هیچ عزیزی از طرف مصاحبه نیستن و هر عزیزی بخواد مصاحبه کنن از نظر من و باشگاه ولمانه است. ولی خب دیگه امسال تصمیم گرفتیم یه روند خوبی رو داشته باشیم که هرچی هست از طرف باشگاه هماهنگ بشه و هر کسی نخواد برای خودش بدون هماهنگی بره. باشگاه کادر فنیش آقای سیامک فراهانی به عنوان نفر اول هست. انشالله من از این سال شما میخوام شما گذر کنید. از نظر ما هیچ کس برای مصاحبه کردن در هیچ فیزی ممانعتی نداره، فقط باید با باشگاه هماهنگ بشه. این هماهنگ نشده بود و فکر کنم ساعت 5:30 به من گفتن میخوام برم مصاحبه که یه ذره شاید ناراحت کننده باشه. همین دلیل، هیچ دلیل خاص دیگه نداره. حالا با توجه به اینکه من حالا حرف دارم ولی خب سعی میکنم آقای زحمتکش عذرخواهی میکنم، اجازه بدید به ما هم قانع نشیم ولی از این سوال گذر کنیم. نه قانع نشید شما. من شما قانع نشید ببینید یه ساعت یه خونه وقتی هست. من یه مثال زدم امروز به تلفن برای شما. وقتی خونه یک بزرگتر داره، من البته جسارت نکنم، من بزرگتر کسی نیستم، یه خونه کسی هست به عنوان بزرگتر خونه یه سلسله مراتبی هست. وقتی یکی بخواد یه جایی مصاحبه کنه یا من اگه فرزندی داشته باشم بخواد بره جایی باید از من اجازه بگیره، نه سرپرست چیز جوابتون یه چیز باید بگذارونن. شما میخوای عزیز ما با هر عزیزی نظر مصاحبه کنید، جوابتون با سرپرست و مربی هماهنگ برو خدمت شما هستم. حالا یه زحمتی اگر گذاشتیم هم برنامه یار 12 و هم سیستم رو رعایت کردن، هم برای مصاحبه آماده بودن، هم اومدن سر تمرین ما این مشکل با این پیج خدای نکرده نداره. ولی اجازه بدید که امسال نه فقط شما، هر عزیزی که میخواد با باشگاه مصاحبه کنه این روند ما رو خیلی محترمانه به ما احترام بذارید انجام بشه که حرمتی هم دلیل خاص. حالا رد شیم فعلا. ما از این سوال حالا عبور میکنیم برنامه ولی توضیحات شما رو مخاطبین ما شنیدن، تصمیم با خود عزیزم. آقای زحمتکش سوال نخست رو من اینطوری بپرسم که وضعیت تیم داماش در فصل لیگ آزادگان الان که ما شروع کردیم رو چطور میبینید؟ چطور ارزیابی میکنید و به نظرتون ما با این وضعیت به چه سرمنزلی خواهیم رسید؟ حالا دیگه همه شما عزیزان شاهدید. من اول فصل که بعضی اتفاقاتی که پارسال برای ما افتاد و بی‌مهری گرفتیم، یک جمله استفاده کنم که خوب باشه، بی‌مهری که به ما کردن بعضی از عزیزان، تصمیم گرفتیم دیگه تو فصل جدید تیمداری نکنم و همون اول بعد از ورود تیم گفتم آقا من دیگه تیم رو نمیخوام، هر عزیزی که میخواد بسم الله بیاد وسط و کارش شروع کنم. فکر کنم زمان خیلی زیادی هم عزیزانی اومدن که آقای بهاروند، آقای عسکری که من واقعا براشون متاسفم که خودشون داماشی میدونستن و 40 روز زمان بهترین زمانات آماده سازی تیم از ما گرفتن. عزیزان اومدن چکی به ما دادن، پول نشد و یک سری مسائل که همه شما در جریان بودن. من در فکر کنم 19/5 دوباره تیم دست گرفتم که دوباره تیم شروع کنیم به یه تیم بستن خوب و به مشکل بیشتر. و خب نباید هم انتظار داشته باشیم که ما توی مدت کوتاه 25 روزه یه تیمی آماده کنیم که بریم با اون عزیزانی که با تیم‌هایی که 2 ماه داره تمرین میکنن مقابله کنیم. ولی من این قول بهتون میدم از این هفته داماش متفاوت ببینید. حالا چند تا بازیکن دیگه گرفتیم انشالله این که به ما اضافه شدن و این هفته ما میتونیم ازشون استفاده کنیم. انشالله تیمی بستیم که بتونه آبروی استان گیلان و حرمت اسم نام داماش تو گیلان داشته باشه برای همه. ممنونم آقای زحمتکش. سوال دوم، ما چند تا بازیکن الان جای خالی داریم برای جذب بازیکن؟ اینو لطفا تک کلمی. ما 6 تا زمین زیر 21 سال داریم، 6 تا زیر 20 زیر 23 سال داریم و یه ثانیه بزرگسال. یه بزرگسال یه دونه البته با این بازیکنایی که دیروز به امروز به ما اضافه شدن با اینایی که اضافه شدن.
بعد این بازیکنه که اومدن ما یه دونه بلالی رو دیدیم که سهمیه زیر 20 تمرینم میکرد. آره که با تیم بوده گویا، ولی خب حالا دیگه به طور رسمی عضویت تیم بزرگسالان داماش در اومده. یه دونه هم خب فکر کنم رستمی از فکر کنم پارس جنوبی جم. بجز این دو عزیز فکر کنم یه دروازه‌بان هم اضافه شده. میشه لطفا اسامی که اضافه شدن رو بفرمایید؟ آقای بلالی که شما میگید از آکادمی خودم هست. بله عرض کردم با تیم بوده اصلا. بله. و یه مشکلی برای سربازیشون بود که از دانشگاه نامه گرفتن که بعد ما بتونیم ثبتش کنیم، وگرنه با تیم بود. بله دروازه‌بان که خیلی وقت گرفتیم آقا، تقریبا دروازه‌بان تیم آلومینیوم عراق بچه همین گیلانه. دروازه‌بان دیگه نگرفتیم فعلا. خب پس در چه پستایی بس جسارتا میخواین بازیکن جذب کنید؟ جان در چه پستایی قصد دارید که بازیکن جذب کنید؟ من صداتون ندارم اصلا. میپرسن که در چه پست‌هایی بازیکن جذب میشن. ما دفاعی که یه لیستی کار بندی به ما دادن، ما تقریبا 95% این لیستی که کار دادن رو ما جذب کردیم. بله ما نتونستیم جذب کنیم که همین الان هم منتظریم ببینیم به ما جواب چی میدن. عزیزان ما گفتن ما منتظریم که لیگ برتر بازی کنیم و بازیکن لیگ برتری بودن. اسمشون محفوظ. خب هر عزیزی رو که کادر ما به ما گفته 90% متاسفانه فقط پست دروازه‌بان آقای رسول حسینی که ما رو خیلی اذیت کردن، به ما قرارداد بستن، سر تمرینات ما اومدن و بعد از بازی با پیکان متاسفانه کار غیر حرفه‌ای تیم پیکان و مربیشون باعث شدیم بنده خدا هوایی بشه و از اون سر تمرینامون نیومد. حالا اگه تو پست دروازه رو مشکل داریم انشالله دروازه‌بانی که گرفتیم از این هفته آماده است و میتونه به ما کمک کنه. اینجور که الان فرمودید پس تکلیف تیم تقریبا مشخص. سوال همین من تو بحث همین جذب بازیکن آخرین سوال اینه که مهاجمی جذب خواهد شد یا خیر؟ چون سوال اکثر هواداران ما تو این چند روزه اینه که آیا تیم مهاجمی اضافه خواهد کرد یا نه. در حال حاضر تک مهاجم ما میشه امید پورغنبری که جایگزینی هم نداره. مهدی هم ما گرفتیم قربان شما. رضا پورمهدی بله. بجز گرفته بودیم ولی بازی بعد از بازی استقلال مصدوم شدن و 20 روز نمیتونستن با ما تمرین کنن. متاسفانه بازی که با استقلال کردن یک تبعاتش رو من شاید دقیقه آخر بازی رو که رد کردن باعث شد یه سری از بازیکنامون مصدوم بشن و این مصدومیت الان داره ما رو اذیت می‌کنه. بله ما صحبت داشتیم در این زمینه. ما بگه ما الان شما اگه نگاه کنید بازی قبلی سیامک رو نداشتیم، یه دفاع چپمون رو نداشتیم، متاسفانه پژمان نژاد هم با مسئولیت برای ما بازی کرد که الان دوباره با ما نیست، نمیتونه بازی کنه. این تبعات بازی با استقلال ما بود که این تبعاتش همچنان برای ما ادامه داره و اون مسئولیتایی که روز بازی که خیلی از بچه‌های ما رو دیگه چون عقب بودن به طرز فجیعی می‌زدن، دیگه جوری شده بود که داد منم در اومد دیگه بازی رو قطع کرد. بله ممنونم آقای زحمتکش. این بازی در روز خود بازی در واقع بازی یک شنبه ما با استقلال ملاثانی، آیا بازی باز هم به منوال گذشته بدون تماشاگر میشه مثل بازی اول؟ قرار این اتفاق بیفته یا نه؟ چیزی اعلام شده؟ حالا قبلش من یه جای تشکر داره از عزیزان نیروی انتظامی سخت سردار و فرمانده استان و فرمانده انتظامی شهرستان و جناب حافظی خیلی محبت کردن. تو بازی قبل منت سر ما گذاشتن با توجه به که شورای تامین مخالفت کرده برای حضور تماشاگران، ولی این عزیزان محبت کردن با مکاتبه که باشون کردیم در دقیقه پایانی با توجه به که شورای تامین مجوز نداده بود حالا به مسائل امنیتی و یک سری از مشکلات استادیوم با مسئولیت خودشون تمام تماشاگرها راه دارن و همینجا من جا داره باورم و بابت بازی پیش رومون یک شنبه باز همکاری فرماندار محترم شهرستان، فرمانده نیروی انتظامی، عزیزان شورای تامین، اداره اطلاعات و خیلی بقیه عزیزان که جلسه شورای تامین بودن، دادستان محترم شهرستان لطف کردن با توجه به که دو هفته قبل اینجا تماشاگر اومد و هیچ مشکلی برای استادیوم پیش نیامد و این
سطح شعور و فرهنگ تماشاگرای شهر ما رو میرسونه که آدمای خیلی تماشاگرای با فرهنگی هستن و نشون دادن هیچ مشکلی پیش نیاد. این عزیزان رو اون منبال لطف کردن و محبت کردن، مجوز حضور تماشاگرها رو تو استادیوم به ما دادن 100% و نامش برای تنظیم که مشکلی برای حضور تماشاگرها در استادیوم نداره، فقط خاطر یه سری مسائل ساعت بازی تغییر کرد. بله. رایگان هم هست. رایگان بازی مثل بازی هفته اول. نامه‌ای که سازمان لیگ به ما داده ما رو مکلف کرده که بلیط بفروشیم و از اونجایی که ما دوست نداریم که بلیط بفروشیم، حالا این تبعاتش بعداً به خود ما میگیره، چون بلیط فروشی درصدش حتما باید به حساب فدراسیون ریخته بشه و حالا اون هزینه این مبلغی رو ما خودمون به حساب فدراسیون می‌ریزیم و تماشاگر شهرمون رایگان اینکه محبت میکنن میان و رو سکوات اینو تشویق میکنن، حالا ما قلبا دوست نداریم مبلغی ازشون بگیریم، اگرم هر چیزی باشه خود باشگاه تقبل میکنه و برای تماشاگر رایگان. پس بازی آینده ما مقابل استقلال ملاثانی بازم خبر خوب برای هواداران. آره، این خبر خوبم برای هوادار. انصافا هم گل کاشتن هفته نخست و من خودم جا داره یه تقدیر تشکر داشته باشم از هواداره خوب و دماش که انصافا اتحاد و همدلی فوق العاده ای از خودشون نشون دادن. جناب زحمتکش، فقط آخرین سوالمون که دیگه وقت شما هم زیاد نگیریم، هفته اول یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد این بود که بازی از صدا و سیمای استان پخش شد. آیا این روال در بقیه بازی هم تکرار خواهد شد؟ اون دلیلی که نه فکر نکنم بتونیم همه بازی رو مستقیم از صدا ما پخش بکنیم به خاطر یه سری معذوریت‌هایی که هست. این عزیزان فقط مجازن بازی‌های لیگ برتر و جام حذفی رو پخش کنن. این معذوریت‌ها برای پخش هست، ولی ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که مثل هفته بعد بتونیم، هفته قبل 2 هفته قبل بتونیم بازی رو پخش کنیم. من بیشترین دلیلی که هفته پیش لطف کردن مدیر کل صدا و سیما استان و همکاری کردن با ما و وجداناً هم هیچ مبلغی از ما دریافت نشد. ما من جای تشکر داره باهاش، چون اعلام کرده بودن تا چند ساعت قبل از بازی که بدون تماشاگره این محبت در حق ما کردن که تماشاگر از ما حداقل اگه پخش نشد بشه از صدا و سیما بتونن فوتبال ببینن. این مبلغی هم مدیر کل استان از ما صدا و سیما استان نگیره و من همینجا از محبتشون هم تشکر میکنم و هم لازم که به تیم ما کردن و ازتون خواهش میکنم به عنوان یک هوادار تیم فوتبال، نه به عنوان نه یک مدیر، نه هر اسمی که شما برای ما میذارید، اگر باز میتونن این کار رو بکنن، پخش کنن که تعامل با ما داشته باشن که یک سری از عزیزان واقعا براتون اومدن و به استادیوم و شاید دیدن بازی سخته و استادیوم تا یه اندازه ظرفیت داره که میتونن بیان، همه نمیتونن بیان. نهایت جایی که میگیره تقریبا 5000 تا 5500 تا، چون یه مقدار باید استادیوم خالی باشه برای تیم مهمان و یه سری مسائل دیگه 30000 تاش باید جا بگیره. ما تو طولش تماشاگر خیلی زیادی داریم، واقعا تماشاگرای تیم داماش بازی اول هرچی در توان بود برای ما گذاشتن و کمان که بعد از بازی هم من شاید استوری که گذاشتم هم ازشون تشکر کردم و هم از احترامی که بهشون شد و موندم بیرون استادیوم تا اون زمان کوتاه ازشون دلجویی کردم. بله. فعلا به نتیجه نرسیدیم براشون که بخوایم بازی رو پخش زنده بکنن، ولی ایشالله ببینیم تا یک شنبه صبح چه اتفاق بیفته. البته انصافا حالا خواسته عجیب و غریبی هم نیست، یعنی کل دنیا برای پخش بازی‌ها یه پولی حالا صدا و سیماشون یا شبکه‌هاشون به خود باشگاه میدن. اینجا ما کارمون برعکس دیگه، باید ما یه پولی به صدا و سیما بدیم که بازیمون بخواد پخش بشه. نه حالا شما از این دیدگاه نگاه نکنید، ببینید متاسفانه از اونجایی که اسپانسر دور زمین یه سری تبلیغات به ما میدن، نه فقط ما تیم‌های بزرگی هم نمیتونیم اسپانسر شما پارسال شاید سر یه بازی چه اتفاقاتی افتاد. اینا بخشنامه‌ای دارن و که فقط بازی‌های لیگ برتر و جام حذفی رو میتونن پخش زنده داشته باشن، لیگ‌های پایین‌تر رو نمیتونن داشته باشن طبق معذوریت‌هایی که خودشون دارن. حالا اون جریانی که شما میگید حتی پخش و اینا، اونا دیگه داستان فراتره که اونا دیگه در اختیارات نه من در واقع اطلاعات دارم. آقای زحمتکش، من سوال آخر رو بپرسم، شما فکر کنم سر سفره شام بودید دیگه، بیشتر از این وقتتون نگیرم. شما من یادم قبل از بازی نخست مقابل مس کرمان کاملا پیگیر ورود بانوان به ورزشگاه بودید،
این شرایط بالاخره محقق میشه و بانوان فوتبال دوست ما اضافه میشن به هواداران رامانشگاه؟ یه نامه‌ای هم زده بودید شما. بله همینو عرض کردم. ببینید اه، تمام بانوان شهر رشت جای خواهران ما هستن و هر تلاشی باشگاه بتونه برای آوردن این عزیزان به استادیوم بکنه میکنه، ولی خب متاسفانه ممانعت‌هایی وجود داره. مثلا بخشنامه وزارت کشور فقط لیگ برتر اجازه حضور بانوان دارن، کما اینکه همین الان تو لیگ برتر فقط 600 میتونن استفاده کنن به خاطر حالا مشکلاتی که هست. استادیوم عزیزی رشت واقعا این پتانسیل داره که بخواد از بانوان استفاده کنه. حالا با لطفی که آقای مدیر کل استان و هیئت فوتبال استان داشتن برای تامینات حضور بانوان و ایشون همین عزیزان هم تمام تلاشاتون رو کردن که همچین اتفاقی رو رخ بده، ولی خب متاسفانه مجبوریت هم دارن که از بالا دستی دستور بگیرن و استادیوم جوری آماده کردن که حتی ورودی خروجی دکوها و خیلی از چیزهای اولیه‌ای که احتیاج برای جداسازی ورود بانوان انجام شده، ولی خب متاسفانه میگم اجازه ورود بانوان رو فقط برای دیگه برتر صادر کردن و ما منتظریم و من حتی این هفته هم پیگیرش بودم از سازمان تماسی که با سال مهدی داشتم، گفت هنوز مجوزی ندادم، به وضعی که بدن استادیوم شما طی بازی دیگه شده برای ورود بانوان هیچ مشکلی نداره، فقط منتظریم که مجوزش از کشور صادر بشه. ممنونم آقای زحمتکش، متشکرم از وقتی که در اختیار ما و هواداران تیم داماش قرار دادید. امیدوارم داماش در این فصل باز هم با شما حالا بر هر نحوی بتونه دوباره صعود داشته باشه حتی به لیگ برتر و ما یک شرایط فوق‌العاده رو حتی امسال تجربه کنیم. امیدوارم که همین شوک‌های اول هفته باشه و ما از جواد روی روند نتیجه گیری باشیم. منم فقط یک نکته رو عرض کنم. منم تشکر میکنم از شما که شرکت کردید توی این برنامه. امیدوارم که این منوال رو ما بتونیم در هفته‌های آینده هم داشته باشیم. فقط یک نکته رو هم حالا در جلوی حضور آقای زحمتکش خدمت هوادارا بگم که سوال به هر حال ما زیاد داشتیم، ولی به هر حال بنا به ملاحظاتی خیلی از سوالا پرسیده نشده که انشالله در جلسات بعدی یا حالا مصاحبه تصویری در خدمت آقای زحمتکش در آینده باشیم. بله اگه جزئیاتاً سوالی هست که در شفاف سازی من در خدمت شما هستم. خدا نکرده سوالات زیاد نمیدونم چیه، ولی هر چیزی هست در بحث مالکیتی و اینا می‌خواستیم سوال کنیم یا بحث به هر حال استوریایی که شما گذاشتید دیگه گفتیم که به هر حال جو تیم به هر حال یه جوری نشه. من واقعیتش تنها هدف قلبی من اینه که من یه تیمی رو ساختم پارسال، مثل یه بچه 9 ماهه تیم من بزرگش کردم و تونستم بیارم به لیگ بالاتر. نه فقط اینجا فوتبال ساحلی، فوتبال امید ما مجوز حالا ترکیب کشوری رو گرفت، لیگ کشوری رو گرفت، سیگوی کشوری رو گرفت. خب جوانان درست کردیم، نوجوانان پایه‌ها درست کردیم. این همچین چیزی رو داماش نداشت توی این سال که گذشت. خود شما همون میدونید و به چه شرایطی من اول فصل اومدم تو تیم داماش با یه شرایط خیلی سخت و خیلی از کارشکنایی که خیلی از دوستان داشتن که همشون ظاهرا حامی داماش بودن ولی باطنا نبودن. امسال هم اوایل فصل این اتفاقات افتاد، کما اینکه هنوز الان هم ادامه کنه و ببینید دنبال بحث مالکیتی نباشید. هر زمانی جمله از من شنیدید که بنده مالکیت رو واگذار کردم به شخصی و روزی هم که واگذار کنم تمام کارم خودم رسانه‌ای میکنم، اینو مطمئن باشید. کما اینکه اگر واگذار کنم بنده عنوان یک هوادار هر جایی که بتونم به تیم داماش کمک کنم و کاری از دست من برزیاد انجام میدم. این اصلا هیچ نه شک کنید نه دلیل کنید، فقط خواهش میکنم 3 بار این جمله رو تکرار کردم. این تیم شهر رشت و استان گیلانه، از تمام رسانه ها، مردم، تماشاگران، لیدرها، اصحاب رسانه خواهش میکنم پشت این تیم باشید و سعی نکنید حاشیه درست کنید. حاشیه درست کردن برای تیم به هر نحوی با یک جمله کوچیکی، با یک حرف خارج از قاعده‌ای باعث میشه این تیم بره تو حاشیه. من تمام تلاش منو داره میکنم که این تیم وارد حاشیه نشه. برای هر حاشیه و هر تکلیفی هست من بگیره، به من زحمت بگیره، بچه‌ها کارشون میکنن. بهتون قول میدم هفته 4 و 5
تیم داماش متفاوتی ببینید که مدعی باشه برای اون رده های بالای جدول. اینو قلبا به شما قول میدم، یعنی این چیزی که من خودم داره میبینم. من خود عزیزایی که فوتبالیان میدونن من چی میگم. یه تیمی که تازه تشکیل میکنه یه 45 روز زمان بدنسازی کنه و تو این تایم کوچیک نمیشه تبعاتی ازشون داشت. شما ملوان دیدید از فولاد خوزستان که با اون همه امکانات 4 هفته اول نتیجه نگرفته، با اون همه امکانات بازیکناش یه دونه بازیکنش بودجه کل امسال باشگاه داماش بود. شما باشگاه داماش نسبت به اون عزیزان که بالای جدولن یا تیمای متوسط چیزی کم گذاشته باشه. ما بازیکن‌های خیلی خوبی گرفتیم. خب شرایط سختیه تا بیان با تیم آماده بشن. تفکر مربی تفکر متفاوتیه. ما فوتبال بازی می‌کنیم. وقتی از گذشت دیدید ما واقعا فوتبال بازی می‌کنیم. دیگر نیستیم، نمی‌دونم بازی با جوانمردانه نمی‌کنیم. با همین رشت شاید بازی با مثل کرمان همتون دیدید ما راحت با 4 تا تیم مثل کرمان گل می‌زنیم. ولی خب بی تجربگی بچه‌ها و حالا پخته نبودنشون و آماده نبودن بدنیشون باعث شده اتفاقات برای ما بیفته. و من یک ساعت دیگه هم هستم در خدمت شما که جواب سوالش. ممنون از شما. ممنونم از شما آقای زحمتکش. درود بر شما. به هر حال امیدواریم که داماش با اتفاقات خوبی در ادامه فصل همراه بشه. اگر امری ندارید ما با شما یا صحبت پایانی هست میشنویم، اگر نه که خدا نگهدار شما. باز من از شما عذرخواهی میکنم حالا سر اون جریان آقای مختاری که اتفاق در شما افتاد. من از شما انتظار اینو دارم که یه ذره حداقل به ما احترام بذارید، نه به ما به باشگاه احترامی باشه که سلسله مراتب باید رعایت شه. وگرنه آقای مختاری که عزیز من، خود آقای مختاری میدونه، نه همه بچه‌ها، من شما خودتون هم آقای هاشمی یا آقای زید اومدید، من با همه بچه‌ها رفیقم. هیچ وقت نزدیک مدیر با اینا صحبت کردم نه از دست بالا دستی شما بعدوار گذاشتم که شاید به سجا با ما اومدید. من همیشه با همه بچه ها مثل دوستم پیش من از طرف باشگاه معلم که شبتون به خیر و خوشی. موفق و معید بشید. فعلا خدا نگهدار شما. معید که من هستم تو باید بشید. آره اینجوری که من میتونم موافق باشم. آره تو این موفق. خب دیگه علی جان دیگه دیدیم و شنیدیم صحبت‌های آقای زحمتکش. ما هم تا جایی که خب شرایط ایجاب میکرد ما سعی کردیم نبریم بحثو به سمت گناه چالش یا نوع سوالات هم که میشد مطرح کرد رو گفتیم، ولی خب نپرسیدیم اونها رو و نخواستیم پیگیری بشیم. در مورد این گفتگو و هر گفتگوی دیگه این نکته رو عرض کنم که تمام عزیزانی که ازشون نام برده میشه این حق رو براشون قائل هستیم که در صورتی که لازم دیدن بیان و از خودشون به هر حال در مورد موضوعی که مطرح شده دفاع کنم. به خصوص مثلا آقای بهاروند و جهانگیر عسکری عرض می‌کنم اگر لازم دیدن ما این حق رو براشون قائل هستیم که به هر حال برنامه حضور داشته یه جورایی در برنامه به سمت همه باز ما نمی‌خوایم. ما رسانه هستیم. خب علی جان من یه سری نکات نوشتم، بریم یه ذره سراغ بازی هفته بعد. آره چون فکر میکنم دیگه بیشتر از اینم خیلی هم طول کشید. آره برنامه امروز خیلی طولانی شد. آره آقا استقلال ملاثانی با منفی 3 امتیاز بازی رو شروع کرد با رأی کمیته انضباطی. حالا ما نمیپردازیم به اون موضوع. دو تا بازی اولش رو 2 امتیاز از اون 3 امتیاز رو تونست مثبت کنی یه جورایی. حالا آبی پوشان بله ما با هم استقلال ملاثانی صدا میکنیم که بازی مقابل شهر راست تو هفته اول بازی کرد و هفته دوم مقابل چادر ملو که هر دوتا رو 0-0 کرد و هفته آخر خودش توی لیگ یک سال گذشته رو مقابل سایپا 4-0 باخت. این حالا بگم داشته باشه در مجموع 2 4 7 و 3 تا هم اینجا 10 بازی با تیم‌های گیلانی انجام داده که 7 از اون بازی‌ها رو با شهرداری آستارا بوده، 2 پیروزی به دست آورده، 2 شکست و 3 تساوی. از قضا با برد در گیلان غریبه نیست. یک بار چوکار تو رشت برده، توی تالش برده و یک بار هم آستارا رو در آستارا. در مورد همین آبی پوشان یه نکته بگم. خیلی از هواداران من دیدم میگن دیگه آبی پوشان رو دیگه میبریم. من فکر نمی‌کنم اینقدر هم بازی ساده‌ای باشه. ببینید ما بازی آینده 3 تا بازیکن اصلیمون رو نداریم. سیامک علیزاده آمارشون تو همین تا 3 هفته مثلا آره حسین خیری و پژمان نجات که 3 تا بازیکن تقریبا میشه که اصلا اهرم اصلی تیمن. پس ما ببینیم چطوره.
از قضا بازیکن خوبی هم دارن. علی حمودی خب بازیکن سابق استقلال بوده و فکر کنم تو گلگهر سیرجان بازی کرده، بازیکن لیگ برتری بوده، بازیکن ناماشناییه. ابوالفضل عکاشه و احسان الوالزاده که سابقه بازی تو پرسپولیس رو داره. امیر حسین نشاطچو هم با ما بازی کرده، اسمش توی لیگ 2 3 برای بچهای ما قطعا آشناست، چون ما پانیک رو داشت، تو پانیک بازی کرده، تو آریو هم بازی کرده، مقاومت تهران هم بوده که این فصل توی همین استقلال ملاسانی یا همون آبی پوشان جنوب بازی میکنه. یه سری نکات دیگه هم هست که من نمیرم سراغش و اینو عرض کنم خدمتتون. ما رقبای سختی رو داریم این فصل. ببینید رضا مهاجری سرمربی تیم خیبر به طور مثال، مسلم حقشناس اونجاست و تو مثلا توی تیم پارس جنوبی جم کنان طاهرنژاد اونجا بازی میکنه، کنانی که فصل پیش توی شمس آذر رفت لیگ برتر. بله، امید روانخواه اونجا مربی، امیدی که با نیرو زمینی کلی ما رو اذیت کرد. ما یه باید جمعشون همه جمعه. آره جمع، یعنی لیگ کاملا قوی. این لیگ در حدیه که همین الان تو جام حذفی مطمئنا یقه تیمای لیگ برتری رو میگیره. حالا امروز نه فردا بالاخره ما تقویم شلوغ امسال AFC و سازمان لیگ و فدراسیون رو داریم، چند تا مسابقات بازی آسیایی هست، خود جام ملت‌های آسیا رو داریم، اولوش آبان یا دیما فکر کنم آبان ما شروع میشه. پس ما باید قطعا میبینیم کیفیت تیم ها. فرصت هایی هم برای ما میتونه باشه با توجه به اینکه استارت خوبی رو نزنیم تو این فواصل تیممون رو تقویت کنیم. نکته آخری که میخوام بگم علی جان، صرف اینکه یک سری هوادارا میگن آقا ما تازه از لیگ 2 و لیگ 3 به یکی رفتم گفتم آقا سال نوت مبارک با کلی ذوق، زیاد ذوق نکن 11 ما دیگه دوباره عید. امروز که ما اومدیم لیگ 1 خیال نکنیم سند زدن به نامون همینجا بمونیم یا اینکه لیگ 1 پایان دوران خوش ما همینجا اشغال کنیم. نه، اصلا باید از این نگاه دور شیم. ما چه اشکالی داره همین امسال به لیگ برتر برسیم؟ علی من بین کلامت یه چیز بگم. زمانی که داماش لیگ برتر بود بعد سقوط میکرد لیگ 1، حتی تو اون زمان خدای لیگ 1 بود، یعنی اصلا با اختلاف همچین صعود میکرد، تیم عجیب غریبی بود. آره ما همیشه تو لیگ 1 خوب اصلا انگار مثلا با یه لیگ جدایی برای اون زمان داماش می‌داشتیم، مثلا فقط داماش اونجا باشه. ببین علی جان، میخوام اصلا این نکته‌ای که میخوام بگم اینه. ببین مثل سنگون و ورزقان تو گروه بغلی ما بود که ما فولاد نوینش رو بردیم، آره. تو پلی آف اومدیم اینجا. الان صدر جدول با 6 امتیاز قاطع وایساده. نفت و گاز گچساران 6 امتیاز، 2 تا بازی اول 2 تا برد مقابل 2 تا تیم لیگ یکی. پس و آریو اسلام شهری که تو لیگ 1 ما تو دور حتی فکر کنم نخست تیم باهاش، خوبی هم بود. آره تو دور نخست لیگ، یعنی سطح 4 مملکت ما با اینا هم گروه بودیم. الان 4 امتیاز داره، هفته اول مساوی، هفته دوم برده، اومده پنجم جدول وایساده و باید بیایم این نگاه داشته باشیم که آقا چرا تیم‌های دیگه تو این جدولن بله. و چرا ما نیستیم. و ما باید از این فرصت‌های امسال مثل جام ملت‌های آسیا، مثل بازی‌های آسیایی و جام باشگاه‌های آسیا که میاد تعطیلات ایجاد میکنه تو سطح فوتبال ملی، ما بیایم از این فرصت‌هایی که گاهن برای ما ممکنه ایجاد بشه استفاده کنیم و این بهانه‌ای که بگه آقا تیم تو شرایط بدی بسته شده، دیر استارت خورده، حالا نخواهیم لفظ بهانه رو بگیم، این دلیل رو هم حتی بذاریم کنار. پس تیم‌های پایین‌تر از با ما استارت کردن هم تونسته الان صدر جدول وایسن. بله. و میشه رفت بالا. دقیق کاری که حالا من یه چیزم بگم. من سر تمرین که الان بودم آخرین بار، یکی از بازیکنامون که از مس اومده، الان خاطرم نیست اسمش رو، گفتش ما تو مس که بودیم تا هفته هفتم، هشتم، دهم داشتیم میباختیم، بعد اونجا یهو 15 تا بازی رو بردیم سود کردیم. ببین یعنی نشدنی هم نیست قضیه. خب ببین ما با افشین ناظری آره. همچین شرایطی داشتیم دیگه. با فیروز کریمی شروع کردیم، نتایج سینوسی، بعد نیمه فصل دوم افشین ناظری شد سرمربی. ما اون فصل دیگه ما قرمز هم میپوشیدیم با امیر عابدینی. آره. فکر کنم 91 میشه 89 دیگه. 90 اول کوشنیک بود، اون بعد رفت جاش بیمرزاد و اینا. آره ناظمی چند تا بازی کمک کنید. آره که اومد اصلا تیم اومد درو کرد، نیم فصل اومد بالا. کلیت ماجرا همینه علی جان. من خواستم این نکات رو بگم و طولانی هم شد دیگه. آره. کم کم آره بحث رو ببندیم. هفته چهارم میریم با خیبر بازی میکنیم، هفته سوم که همین یک شنبه بازی داریم، گفتن بازی رایگانه، بازی با تماشاگره. آره. هفته چهارم میریم خرم‌آباد با خیبر، هفته پنجم دریای بابل تو رشت که 2 تا باخت داره دریای بابل تا اینجای جدول، و هفته ششم آستارا تو ورزشگاه وحدت آستارا بازی میکنیم. این نکاتی بود که من نمی‌شم، حالا مابقی هم کار نداریم. امری فرمایشی. دست در خیلی یا خدا. خب خوب موقع اومد اینترنت وصل شد اومدی. اصلا من برکت دارم. ببین من دیگه واقعا نمیدونم با این اینترنت رو چیکار کنیم.
بارها هم گفتم، بارها چه زد. عذرخواهی کردم از هوادار. چیزی نیست در توانمون باشه. میگم راه حلی که به ذهنم میرسه اینه که برنامه رو آفلاین کنیم. اونم باز این حس ارتباط مستقیم با هوادارا رو از دست میدیم که آره خیلی خب. بده واقعا. مثلا الان با یکی مصاحبه یه چیزی میخوایم بگیریم بعدا اونو 2 روز دیگه پخش کنیم یه جوریه. خیلی بده دیگه. آره در همون لحظه صحبت آخه میدونی چیه، مثلا فوتبال یه جوریه، مثلا توی چه میدونم نیم روزی ها کلی خبر میاد. 2 روز پیش مثلا برنامه تو ضبط کنی تا مثلا 48 ساعت آینده 24 ساعت آینده عملا خیلی اتفاقات ممکنه افتاده باشه. نظری در مورد صحبت آقای زحمتکش یا بازی بعدی یا هر نکته دیگه که داری بگو دیگه. به کامنت های مردم دیگه نمیرسیم واقعا برای این هفته. ببین ما سعی کنیم دیگه به حرفش اعتماد کنیم، چیکار کنیم؟ چاره ای نداریم. اگه گفته که تیم متفاوتی می‌بینیم ما وامیستیم و نگاه میکنیم، منتظر میمونیم ببینیم چی میشه. و بازی که داریم با استقلال ملاسانی، حالا آبی پوشتان جنوب، به نظر من این بازی میتونه شانسی باشه برای داماش برای به رستگاری رسیده. یعنی از این مهلکی که خودش رو انداخته نجات بده. یا اینه یا از شالب شاه که امیدوارم نباشه. علی من حالا کاش سید علی هاشمی میومد نظرش رو میگفت، رفته بیرون. من فکر میکنم نه اینه نه اون. من فکر میکنم که حالا یه شاید مساوی بگیریم، یه برد خفیف بگیریم. من نظرم رو 1-0 نهایتا یه خیلی حالا شانس بیارین 2-0 ولی نظرم رو 1-0. یکیچه. منفی نگر شدم میگم که 1-1. اونم امکانش هست و اصلا چیزی نیست که بخوایم. بازی گفت دیگه سید علی هاشمی هم گفت یه سری بازیکن‌ها رو نداریم. آبی پوشان هم تیم خوبیه. آبی پوشان به غیر از هوادار چی نداریم تو این بازی. آبی پوشان تیم خوبیه، سرمربیش هم میشناسیم دیگه. آبی قربانی به دوستانی که فقط نیمکت اینم بگم، حالا هستی. در این حد میتونید کامنت بگید. دوستانی که توی لایو هستید اگر پیش بینی از بازی داماش و آبی پوشان دارید بازی بعدیمون میتونید بنویسید که ما همینجا بخونیم. میگفتی حالا میگم خب به حال آرش برهانی رو نیمکتشون هنوز هست دیگه. به حال شخصیت شناخته شده یه میتونه کنار زمین تاثیرگذار باشه و ما تمام فاکتورها رو در نظر بگیریم. ولی خب من احساسم نسبت به این بازی مثبت تره، چون داماش بازی اول غافلگیر شد، بازی دوم چک محکمی خورد، نمیتونه همینطوری بمونه. آقا توانش هم داشته باشه بلند شه. به نظرم این بازی میتونه یه کاری بکنه. آقای هاشمی من پیش بینی بازی رو 1-1 کردم. علی رهبر 1-0. پیش بینی تو چیه؟ حالا صدات فکر نمی‌کنم خوب اینجا بیاد، ولی پیش بینی تو بگو من میگم. 1-0 ما. علی هاشمی هم معتقده که 1-0 ما قانیه. 1-0. خب 3 نفر اینجا هستن دارم میگن 1-0. چرا میگه 1-1؟ خب منم میگم 1-0. ولی نه آخه تیم سوتی میده، مشکلم اینه. من نمیدونم چرا یه حس دوگانی دارم، یا 1-0 یا یا اون 1-0. نه حس میکنم نه اونو دیگه. ممکنه از اون بازیایی که مثلا با زبان اینجا انجام میدیم 5 نه خیلی واقعا دوریم. نمیدونم شاید. من نمیدونم یه همچین حسی نه ما اونقدر هنوز جو گرفتن و اینا استقلال ملاسانی اونقدر زبانه. آره نه هست. باشه. آره رضا خسروی عزیزم میگه که 1-0 میبریم. کامنتو سلام به آقای خسروی عزیز. سلام میکنم. این بود برنامه این هفته. ببخشید واقعا به خاطر اینترنت اعصاب خودمون و برنامه هفته بعد یه دو چک کنیم. حسین هم میگه که مساوی بکنیم، خیلی هنر کردیم. نه امکانش هست، میگم امکان هر نتیجه هنوز یک دست متحد نشده. این بازی شانسشه که بشه واقعا بخواد این بازی هم درجا بزنه، خیلی چیزا تحت تاثیر قرار میگیره. بعد جالب برای کدوم بازی میسوزه حالا؟ در بازی با خیبر که توی رشت هم نیست. خیبر. یعنی به نظرت ما میبازیم اون بازی؟ پیش بینی اینه. حالا در مورد اون بازی بذار بعد از بازی هفته آینده صحبت کنیم. واقعا شرایط تغییر میکنه. آره من الان دوست نداشتم تو این شرایط با خیبر بازی کنیم. یکم هفته‌های عقب. حالا ببینید بچه‌ها خیبر از ما طلب برگشت همه این بازی‌ها مونده دیگه. یعنی اینم در نظر بگیرید. بازی برگشت. بازی با مس، با فجر، با نمیدونم همه این تیم‌ها برگشتن در حال دار. فقط تنها چیزی که واقعا میخوام همه عوامل داماش هوادارا اینو مد نظر داشته باشن. ببینید اسم تیم جلوی داماش نره، ما هیچ کدوم کم نداریم، با همشون بازی کردیم، همشون رو بردیم به جز مثل کرمان البته، همه رو بردیم.
مثلا تو خونه خودش میبره. مثلا حالا فکر کنم اون سال، حالا سالیان سال قبل‌تر تو لیگ یک بودیم شاید برده باشیم. اون دیگه آمار اون نتایج رو ندارم. 81 82 موقع دیگه آمارش رو ندارم واقعا. خیلی بچه بود. تماسی هم با آقای سراوانی بگیرید چون ایشون بگیم نتایج. آرشیو خیلی خوبی داره. آره. آرشیو یادداشت شده اون خیلی. سال که تیم تازه پگاه شده بود راحت از دسته یک اومد لیگ برتر، اون سال میستر کرمان توی لیگ یک بود. ممکنه اون سال برده باشیم ایشون، نمیدونم. آره این آرشیو اگه بتونیم به دست بیاریم خیلی خوب میشه. باشه این بود وارشتا که این هفته. تا هفته بعد واقعا نمیدونم یا آفلاین ضبط میکنیم یا یه دور دیگه خلاصه که اینترنت رو آزمون میکنیم. نسبت به هفته قبل حالا شاید قابل درک باشه، مود هممون یه خورده ناراحت‌تر بود، اصلا زیاد تو مود حرف زدن نبودیم. بازی که داماش انجام داد واقعا ناامید کننده بود. من اصلا یه جایی بعد دیگه دقیقه 70 80 دیگه سعی کردم نبینم. خب میگم پیش بینی هم کرده بودیم دیگه. پیش بینی قابل یه میدونستیم یه جورایی. بعد ببین آخه من مثلا نیمه دوم دیدم خب داماش چقدر داره خوب پاسکاری میکنه. خب پاسکاری میکنیم بیارین جلو دیگه. موقعیت نمیتونستیم مثلا اون کار آخر رو نمیتونستیم انجام بدیم. حیف واقعا. آره. یه دور دیگه تشکر میکنم که با همین وضعیت بد اینترنت اینجا بودید، تماشا کردید. نزدیک 200 نفر توی لایو اومدن و رفتن. الان کامنت حدود می‌خواستیم بخونیم یکم. کامنت اینستاگرام می‌خواستیم بخونیم، واقعا الان دیگه شرایطش نیست. هم دیر شده هم اینترنت دوباره ممکنه قطع شه. کامنت کسی گذاشته؟ خب بذار یه کامنت رو هم بخونم ببینم. چی میگه؟ نمیدونم بذار ببینیم اینجا. ندیدمش. خیبر و بابل آستارا رو هم میزنیم یه ذره اوکی، انرژی مثبت اگه باشه اوکی، ولی همه رو دیگه آره همه رو میزنیم میایم بالا. از شهرام و بهرام نریم، قرمز و آبی نریم.